همراه مجاهدین به چه جرم بندی بدی؟ سلفی بودی واقعیت یا نبودی؟ از پیش بود. خوب حالا اکنون چه رقم است؟ حالا مذهبی شدی الحمدلله، از این دست داشتی، اگر بار آینده تکرار شد باز چه رقم؟ ضمانت شما گرفته نیست، گرفته است. خب باز دیگه اگر بالفرض باز پیدا شد باز چی کار شد؟ هر چیز که شرط حکم میده خب فامیلیتان هم میگه همگی سلفی است، از اونا چه رقم میکنه؟ فامیلیتان، فامیل شما نیست سلفی؟ زن و بچه و اولادا. خب اسم شما که چیست؟ اسدالله ولدی کی؟ چی؟ معلم صدیق. خب سوالی شیرین تگاو قریه. خب جرمی چی بندی بودی امرای مجاهدین؟ سلفی بودی نی؟ خب حالا چی رقم میشی؟ این سلفیت شما را کی دعوت داد که سلفی شدی؟ تو علم داری؟ باش چی رقم قصد سلفی شدی؟ نی مردم خوینا زیاد کارا میکنه، دوزی میکنه، باز آدم دیگه مردم هم رقم کارا میکنه. خب از این بعد نمیکنی، توبه تان هستن. اگر خدا نخواسته 1400 سالی طرف کلی ما مردم کافر باشه میکنه، شما مسلمان شدی، یعنی ما مردم کافر تیر میشیم دنیا. پدرها و اجداد شما هم سلفی بود، باز اونا چه رقمش؟ اونا الحمدلله مسلمان بودن. دین و مذهب خود را محکم بگیرین، یا نکنین از این بعد. اگر در آینده با شما تکرار کردی چه رقم؟ و باز امارات امرای شما جدی برخورد. د محرم شپې ورځې دوی دروازې هم جوړې کړې د غزني ښار کې د اسلامي امارت مجاهدینو تسلط ده. دلته دوی د خپل د کوم د محرم مراسم چې د کوم بیرغونه دي دا سبا ګرځوي. غواړو له دغه یو بیرغ خرڅونکي سره خبرې وکړو. خودت معرفي کو بیادر؟ مدارس هست یک از ماشین‌ها ولایت غزنی. خودت چی کار می‌کنی اینجا؟ اینجا برای پرچم سودا می‌کنم. یا چه خاطر است؟ چه قصه است؟ از خاطر محرم است. چی سودا می‌کنی؟ تا می یک چی برای معرفی کو چی است؟ توپای نو هست. زنجیر است. کلان است. پرچم‌های کلان است. برد است. دیگه لباس است. لباس‌های سیلزنی. اینی چی است؟ اینی زنجیرها داره ای؟ زنجیر است. اینو چه رقم منه؟ دیره زنه. در روزای محرم؟ در روزای محرم. این دیگه چی شماست؟ در مذهب شما دیگه می هست؟ در مذهب ما می هست. چه رقم است مجاهدین امرای شما رویه‌شان خوشحال هستین یا نه؟ حالا بدی ندیدیم. از این بعد ان شاء الله چیز نیست. ان شاء الله. مردم شما مردم اهل تشیع از مجاهدین چه رقم است خوشحال هستین یا نه؟ فعلا خوب بدی ندیدیم بازم مشکل نیست ان شاء الله. بیتونن باشین، هیچ گپ هم نیست. مجاهدین امارت اسلامی امرای شما است، هیچ گپ هم نیست. شما در چیزی که قانون اسلامی است همون مراد کنین دیگه، هیچ گپ هم نیست. زنده باشید. کدام گفتنی رو نداری؟ نه دیگه برای کدام. بخیر باشید. خداحافظ. سلام. برادران شما از برادرای اهل تشیع هستین؟ بله. بسیار خوب. ده محرم تجلیل میگیرین؟ خب 7 شب. کدام مشکل و چیز خو ندارین ان شاء الله؟ شکایت کسی خو شما رو ان شاء الله تهدید نکرده؟ امارت در خدمت شماست، مجاهدین در خدمت شماست. این بخلاف کدام قوم، کدام سمت، کدام مذهب، کدام لسان نیست. کلی ما شما برادر هستیم. دیگه هر مشکلی که باشه گزمه سیاری اوزی سی در خدمت شماست. با اجازه تر. ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه، این ابوبکر لعنت الله علیه. فاش نمیدم من دلیل کفرش را از قرآن بیان میکنم. شما که فهم ندارید، شعور ندارید، یا حرف مرا نمیخواید بفهمید، دیگه اون تقصیر من نیست. من چی میگم؟ من نگفتم عمر مادرش بله اینطوری، پدرش اینطوری. فاش کجا دادم؟ فاش میدونید، فاشا کلمات فاش در زبان فارسی مردم میدونن چه. من فاش دادم؟ من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسانه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. توهین کرده،
میکنم ازتون. میخواستم بدونم که آیا از نظر شما در قنوت نمازهای واجب، نمازهای پنجگانه، لعنه بر ابوبکر و عمر و عثمان به صورت مستقیم، یعنی نام ببریم اللهم ان عمر، اللهم ان فلان، جایز است یا نه؟ نه تنها جایزه اگر تقیه نباشد بهترین کار. اگر تقیه نباشد، مثلا یک وقتی میری در کعبه، در مسجد الحرام این کار را انجام میدی، اونجا کشته میشی اگر این کار را انجام میدی و بقیه زوارم کشته میشن. این کار را اونجا انجام نده. اما یک وقت در خانه خود، در هتل، در یک جای یا در همون مسجد الحرام یواشکی تو دلت میخواد، این بهترین کاره. بهترین حذر کنید، پرهیز کنید، جنایت نکنید، با کفار مراوده نکنید، با کفار همکار نباشید. چیزی که جا خدا ممنوع کرده چیه؟ که لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء. الان ما قرآن فهمیدیم که با کافر همکاری ضربه به اسلام و مسلمین. چه ضربه ای همکاران پوش و بلر و پیکر عظیم اسلام وارد کردن که خدا تو بر پیکر اینها ضربه گهری. آنهایی که با بوشهرا همکارن و شریعت غراء محمد رسول الله و بیشرف ها پرچم لا اله الا الله را آوردن پایین و پرچم جهنم را بلند کردن. غیرت شما چی بود؟ شما را برای این کلمه غیرت نامد که میخواندی؟ پرچمی که بر آن لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته بود، این پرچم را آوردن پایین و پرچم کفر را بلند کردن. این چه خیانتی هست که خدا این خیانت را تا قیامت هم نمی‌بخشه. یک روز تاریخی برای افغانستان اینجا در قطر آغاز می شود. همگان امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان را لحظه شماری می کنند. من آواز شما این خواست را میشنوم که در آینده پیشرفت‌های 18 سال اخیر حفظ شوند. بریتانیا نیز می‌خواهد که این پیشرفت‌ها و حقوق حفظ شوند. هنگامی که می‌خواهیم این را ببینیم، اما این به مذاکرات بستگی دارد. افغانان باید در این باره مذاکره کنند. قرار است سفر 18 ماهه گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در همینجا به نتیجه برسد و این درست همون میز است که قرار است توافقنامه صلح میان دو طرف در همینجا به امضا برسه و دیده میشه که تمامی آمادگی ها برای مهمانان که در این نشست حضور خواهند داشت هم گرفته شده است. وزیر خارجه امریکا در همایش امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان میگوید که طالبان برای عملی ساختن تعهداتشان باید پابند باشند. و سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها آقای زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و مسئول دفتر طالبان در قطر توافقنامه صلح را امضا کرد. گام‌هایی را که طالبان باید بردارند این هستند که تعهدات را که بر بنیاد این توافق کردند به آن عمل کنند تا زمینه صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. از سوی هم مولا عبدالغنی برادر مسئول دفتر طالبان در قطر از پابند بودن این گروه در عملی ساختن تعهداتشان اطمینان میده. با کافر حربی دوستی نارواست، تجارت نارواست، تعامل نارواست، همسایگی نارواست، به او خانه کرایه دادن نارواست، سر از او چیزی فروختن نارواست، از او چیزی خریدن نارواست. با او هر نوع تعاملی که با او همکاری کنی در کار اعتداء از او این از لحاظ شرعی حرام مطلق است و تمام مذاهب در این مسائل موقف اتفاقی دارن، مسئله اختلافی دارن. یک لشکر میاد با تفنگ میاد خانه تا ویران میسازن، ملک تا قبضه میکنن، تمام محرمات تا مباح میسازن، زیر پای میکنن، پایمال میکنن. در اینجا لهجه اسلام جنگ است، لهجه اسلام تشدد است، لهجه اسلام دفاع است، لهجه اسلام قربانی است، لهجه اسلام در اینجا است که برش سلام نمیتی، با او دوستی نمیکنی، با او معامله نمیکنی، با او تجارت نمیکنی. اینی را کافر حربی میگه. هر کافری که با مسلمانان در هر گوشه دنیا در جنگ بود، او کافر به تمام مسلمانان دنیا کافر حربی است. مسلمانان در هیچ گوشه دنیا
با این کافر حربی حق نداره که صلح کنه، حق نداره که معاهده کنه، حق نداره که با امرایش احسان کنه، حق نداره که با امرایش سلام بده، حق نداره که امرایش تجارت کنه، حق نداره که امرایش خرید و فروش کنه، حق نداره که خانه رو برش کرا بده. الله میگه رقص نکنین، خود ربکم تزارون و خفیه. با استا الله را یاد کنین، ذکر کنین. این رقص میکنه و موسیقی مینوازه و چیپ لا اسپیکر چیپ میزنه. لا اله الا الله الا الله الا الله الا. یک دفعه شدم لا اسپیکر 20 نفری شروع میکنه. چی میکنی؟ ذکر میکنی. ذکر نیست، بسیار خطرناک است. خب کلمات شرعی را تغییر دادن، طریقه عبادت را تغییر دادن خطرناک. من يدري ما حل بعمري حين مضوا، من يدري وأبوح بدمعي وبروحي.